تشکر آقای سفیر از این که برای ما وقت دادید تا در مورد انکشافات اخیر در افغانستان و نگرانی ها صحبت نماییم. ما سال 2017 میلادی را آغاز کردیم و جمعه گذشته دونالد ترامپ حلف وفاداریت کرد. شما تغییر قدرت در امریکا را چگونه بررسی میکنید؟ آیا این به مبارزه علیه تروریسم در افغانستان تغییر وارد خواهد کرد؟ Well, I'm delighted to be doing this interview with Azadi Radio, and you're right, we've just begun 2017. تاکنون که این مصاحبه را با رادیو آزادی انجام میدهم و این که تازه سال 2017 میلادی را آغاز کرده ایم و زمانی که من به سال گذشته میبینم در میابم که حکومت افغانستان غالب شد. سالی را میبینم که جامعه جهانی به شمول بریتانیا و ایالات متحده آمریکا حمایت شدیدشان را از افغانستان را تجدید کردند. هر دو حمایت نظامی در نشست وارسا و همچنان حمایت مالی و سیاسی در نشست بروکسل اعلام شد. من زمانی که به آینده میبینم در سال 2017 این را که پلیسی آقای ترامپ چی خواهد بود چیزی نمیدانم، اما این را میدانم که ایالات متحده در کنار بریتانیا و جامعه جهانی حمایتشان از افغانستان را نه تنها برای این سال بلکه برای یک مدت متوسط تجدید کردند. من متیقن هستم که ما ایالات متحده آمریکا و ناتو در دراز مدت در کنار افغانستان خواهیم بود. پالیسی غرب در برابر پاکستان به دیده شک نگریسته می شود. اخیراً پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نامزد وزارت دفاع آن کشور گفته است که اگر به این پست گماشته شود، مسئله پناهگاه‌های تروریسم در آن طرف خط دیورند را تعقیب خواهد کرد. نظر شما چی است؟ اگر این مسئله و موضوع حمایت پاکستان از تروریسم از سوی آمریکا برافراشته شود، پالیسی بریتانیا چی خواهد بود؟ روابط بهتر میان افغانستان و پاکستان اولویت‌های جدی بریتانیا است، چون این از لحاظ اقتصادی برای انکشاف اقتصادی افغانستان و پاکستان موثر است. دوم، طوری که شما فرمودید از لحاظ امنیتی و تیرگی که میان دو کشور وجود دارد، و سوم از لحاظ انسانی پاکستان از سالها میزبان مهاجرین افغان و بازگشت آنان که باید داوطلبانه باشد بوده است. در ختم همین هفته سفری به پاکستان خواهم داشت و یکی از دلایل آن این است که با حکومت‌های افغانستان و پاکستان کار کنیم تا در برخی موارد همکاری‌های تکنیکی داشته باشند که میتواند به همکاری‌های سیاسی راه را باز کند. این را میدانم که برای هر دو کشور مشکل است، اما مهم است و باور من این است که مدیریت ترامپ و حکومتداری جدید در ایالات متحده آمریکا بر گسترش روابط میان دو کشور توجه خواهد کرد. اما این تصمیم از اداره آمریکا است و ما به همکاری با آنان در این بخش آماده هستیم تا بتوانیم این مسئله مشکل ساز را حل نماییم. در حالی که پاکستان در امر مبارزه با تروریسم صادق نیست و هنوز هم به رهبران طالبان مصالح پناه می‌دهد، در آن طرف خط دیورند مراکز آموزشی به آنان ایجاد کرده. گسترش روابط چگونه امکان دارد؟ حکومت افغانستان این مسئله را با جامعه جهانی نیز مطرح کرده، اما جامعه غرب حاضر نیست حتی یک اقدام هم علیه پاکستان انجام دهد. با در نظر داشت این حقایق، گسترش روابط چگونه امکان پذیر است؟ Well, I disagree that in the case of the United Kingdom there is no action taken. این که بریتانیا اقدام نکرده موافق نیستم. روابط ما با همه شرکای ما واضح بوده است که در هیچ یک از کشورها پناهگاه امن برای توریسم نباشد و این جزوی از صحبت‌های ما است که در این منطقه و دیگر نقاط جهان داریم. این یک مسئله مهم است و ما خصوصا به آن عمل کرده ایم و ما در زمینه با شرکای خود به شمول ناتو، سازمان ملل متحد کار کرده ایم و با کشورهایی که روابط داریم لابی کرده ایم. اگر مشخصا در مورد افغانستان و پاکستان صحبت کنیم، واضح است که همه مواردی که ما بریتانیا در افغانستان انجام می‌دهیم داشتن صلح پایدار و به نحوی حل مناقشه است. حکومت افغانستان همراه با حامیان ناتو اش به نحوی که می‌خواهد نمی‌تواند برای صلح مبارزه کند. چیزی که به باور من مهم است این است که یک پروسه معتبر صلح در افغانستان وجود دارد و ما با حکومت کار می‌کنیم تا آن را حمایت کنیم و برای کشورهای منطقه نیز مهم می‌باشد و به همسایه پاکستان نیز مهم است که از پروسه صلح حمایت کند. امیدوارم که در جریان سال 2017 میلادی پیشرفت‌ها را در این زمینه شاهد باشیم. فکر نمی کنید که حکومت قبلی و کنونی افغانستان فرصت زیادی را در بخش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به پاکستان داد، حتی که در ابتدا رئیس جمهور غنی به دادن موقع زیاد به پاکستان و کشانیدن روابط این کشور با هند در مخاطره متهم شده بود. اما آیا هنوز هم نیاز است تا کارهای بیشتر انجام شود؟ Well,
فکر میکنم داشتن روابط مستحکم با هند همزمان با نزدیکی به پاکستان برای افغانستان امکان پذیر است، اما مشکلات و نگرانی های زیادی که در روابط میان افغانستان و پاکستان به نظر می رسد با باور من برای هر دو کشور مناسب است. برای حل تنش‌ها و فراتر از آن به اعتماد سازی نیاز است. به طور مثال مدیریت درست جریان مهاجرت و مهاجرینی که از پاکستان به افغانستان میآیند و متيقن ساختن این که نیازهای هر یک آنان افراد دارای اسناد و بدون اسناد برآورده شده و زندگی آنان به خطر مواجه نمی شود. جستجوی راههای گسترش روابط اقتصادی میان افغانستان و پاکستان که با این شیوه ها و سیاست های گسترده مسائل چالش برانگیز برای حل ساختن آسان تر می شود. همکاری ها و فواید متقابل و سازنده مسئله است که ما برای تشخیص آن کار می کنیم و طوری که قبلا گفتم گسترش روابط میان افغانستان و پاکستان ممکن است بدون اینکه روابط افغانستان با هند به خطر مواجه شود. با در نظر داشت مداخلات ایران و روسیه بر علاوه پاکستان و نشست سه جانبه آنان در مسکو چی فکر می کنید؟ بهار نو برای نیروهای امنیتی و مردم افغان چگونه خواهد بود؟ این یک سوال پیچیده است. اول اینکه ما با توانایی در حال رشد قوای دفاعی این کشور برای دفاع از کشورشان اطمینان کامل داریم. آنان در سال 2016 میلادی قهرمانانه مبارزه کردند. اما آنان در سال 2016 ناکام ماندند. اگر حمایت نیروهای بین المللی نمی بود، کندوز و برخی شهرهای دیگر مانند ترینکوت و حتی لشکرگاه به دست طالبان مسلح سقوط می‌کرد. چیزی را که ما در سال 2016 دیدیم نیروهای دفاعی کشور بود که برای خود می جنگیدند و از حمایت کامل ناتو برخوردار بودند که کار خوبی است. من خرسندم که بریتانیا شمار آموزش دهندگانش را که همکنون 500 تن هستند افزایش می دهد و به خصوص نیروهای هوایی کشور را حمایت می کند. این را انجام می دهیم تا در سالهای 2017 و 2018 میلادی نیروهای افغان کاملا مستقلانه اقدام کنند که این مرکز بازگشت طولانی است و در میان نیروهای امنیتی توانایی کامل را مشاهده می کنیم. مسئله دوم شما داعش را یاد کردید. بیایید واضح بگوییم که داعش برای این کشور یک بلا است. داعش برای ثبات افغانستان یک خطر است. بریتانیا در عراق و سوریه علیه داعش مبارزه می کند و در افغانستان می خواهیم پایان این گروه را شاهد باشیم. ما با همه قوت در امر مبارزه با داعش نیروهای آمریکایی، ناتو و حکومت افغانستان را حمایت می کنیم چون این یک جنگ مهم است. اما باید گفت که با تشویق دیگر گروه ها هرگز نمی توان داعش را شکست داد. شکست دادن داعش در حمایت از حکومت افغانستان است که علیه آن مبارزه می کند و این بسیار مهم است. شما در مورد مداخلات و حمایت از طالبان گفتید. پیام من برای همه آنان که افغانستان را مشاهده می‌کنند این است که باید حکومت مشروع افغانستان را در امر مبارزه علیه داعش، طالبان مسلح و همه گروه‌های تروریستی دیگر که وجود دارد حمایت کنند و این یگانه راه آوردن صلح و ثبات در این کشور است. that will be brought to Afghanistan. There was some question about the identification of Daesh in Afghanistan. در افغانستان در مورد هویت داعش سوال وجود دارد که این جزء از داعش است که در شرق میانه فعال است و یا هم گروه دیگری است. نیروهای امنیتی افغان میگویند که داعش از حمایت کامل پاکستان برخوردار است، اما برخی از مقام‌های از بخش استخباراتی افغان به این باورند که داعش در افغانستان وجود ندارد. این نیروهای پاکستانی است که زیر بیرق داعش می‌جنگند. اما اگر به مسئله روسیه و ایران بیاییم، آنان به این عقیده‌اند که این سیاست غرب است که برای ناامن ساختن روسیه و برخی کشورهای دیگر در منطقه بازی می‌کند. پاسخ شما به این شک نگری‌ها چی است؟ تظاهر کردن این که داعش در افغانستان حضور ندارد مزخرف است. بدون شک این گروهی است که وابسته به داعش می باشد و برای ثبات این کشور تهدید است. بریتانیا 100% در راستای ریشه‌کن ساختن داعش از حکومت افغانستان حمایت می کند، به خاطری که داعش در افغانستان مانند سوریه و عراق برای ثبات این کشور یک تهدید است. همه کشورها باید بدانند که این تئوری های توطئه که گویا داعش از سوی غرب حمایت می شود مزخرف بیش نیست و کاملا نادرست می باشد. اما حقایق چیز دیگری است. روسیه و ایران مستقیما دخیل هستند و حتی از برخی ولایت‌های سرحدی با ایران ما گزارش داریم که آنان کمپ‌های آموزش‌دهی را برای طالبان ایجاد کرده و حتی اجساد برخی قماندانان طالبان مسلح که در غرب کشور کشته می‌شوند به ایران برای مراسم فاتحه انتقال می‌یابد. مردم افغانستان نگرانند این مداخلات دامنه جنگ را طولانی ساخته و باز هم از مردم این کشور قربانی خواهد گرفت. اگر وضعیت در افغانستان بدتر شود، عکس العمل غرب در برابر این مداخلات چی خواهد بود؟
So you're absolutely right to talk about the people of Afghanistan and our interest. شما در مورد مردم افغانستان و علاقمندی ما که تامین صلح، رشد اقتصاد و ثبات در این کشور از دقیق اشاره کردید و این دلیل آن است که ما با پرداخت حدود 200 میلیون پوند به عنوان دونر عمده حامی نیروهای امنیتی افغان باقی مانده ایم. تا جایی که من تهدیدها علیه ثبات در این کشور را می‌بینم، طالبان، مخالفان و داعش را می‌بینم که هر دو تلاش می‌کنند تا موقف این کشور قانونی را زیر سوال ببرند. پیام واضح بریتانیا این است برای امنیت و ثباتی که برای منطقه خوب است، نه تنها برای افغانستان و مردم این کشور خوب است، بلکه برای همسایه‌های افغانستان نیز مفید است تا حکومت افغانستان را در مبارزه با این گروه‌های مخالف حمایت کنند. نشست سه جانبه اخیر چین، روسیه و پاکستان در مسکو که گفتند داعش برای امنیت منطقه یک تهدید است و آنها باید با استفاده از طالبان مسلح علیه داعش استفاده کنند و فکر می‌کنم که مشکل اینجا با پالیسی ها است. فکر میکنم مشکل قابل توجهی است اگر کشورها در صدد این باشند که یک گروه تروریستی را علیه گروه دیگر آن استفاده کنند. پالیسی عمده بریتانیا همراه با ناتو این است که ما حکومت افغانستان را در مبارزه با همه این تروریستان حمایت میکنیم، در مبارزه با طالبان مسلح چون که مردم بیگناه را هدف قرار داده و بالای نیروهای برحال این کشور حمله میکنند و در جنگ علیه داعش و اینکه هیچ شک باقی نماند ما 100% بر حمایت و کمک حکومت افغانستان و ریشه‌کن ساختن گروه داعش متحد هستیم. بله، اما چرا روسیه و ایران بر این مبارزه علیه داعش معتقد نیستند؟ شما باید این سوال را با مقامات روسی و ایرانی مطرح کنید. آنان میگویند که این بازی جدید غرب است و باید که حامیان غربی افغانستان به این پاسخ بدهند. ما در تشریحات خود بیشتر از این واضح‌تر بودن نمیتوانیم که چی را انجام میدهیم. ما برای از بین بردن داعش از حکومت افغانستان حمایت میکنیم و این پالیسی واضح و ساده ما است. قبلا در مورد سفرتان به پاکستان اشاره کردید. آجندای عمده این سفر چی است؟ آجندای اساسی این است که بریتانیا چگونه میتواند گفتگوها میان افغانستان و پاکستان را حمایت کند تا بالای آن عده از مشکلات سیاسی که در حال حاضر چالش برانگیز است کار شود. در 1.5 دهه گذشته ما شاهد تلاش‌های زیاد اسای شما و دیگر کشورهای غربی بودیم، اما هیچ نتیجه‌ای نداشته است و پاکستان هنوز هم به بازی‌هاش ادامه می‌دهد و اگر به نشست سه جانبه بیاییم یک بار دیگر به اثبات می‌رسد که پاکستان بازی دوگانه را در منطقه انجام می‌دهد. از یک طرف در ظاهر جامعه جهانی را حمایت می‌کند و از سوی دیگر طالبان مسلح را علیه داعش حمایت می‌کند. با باور ما منافع درازمدت پاکستان مانند افغانستان در تامین صلح و ثبات در افغانستان است و این پیام واضح است که ما با پاکستان انتقال می‌دهیم و این هم موردی است که برای تامین آن در افغانستان کار می‌کنیم. اینکه میان افغانستان و پاکستان در 1.5 دهه و یا هم بیشتر از آن چالشی نبوده با آن موافق نیستم. زمانی که برای اقامت درازمدت مهاجرین افغان در کشورهای دیگر نظر می‌اندازم، در پاکستان دیده می‌شود که در روابط میان این دو کشور چیز جریان دارد. زمانی که مهاجرین زیاد افغان برای مدت‌های طولانی در پاکستان زندگی کرده میتوانند، با باور من این نمایانگر حمایت روابط بهتر میان دو کشور است. اما مسئله اساسی متقاعد ساختن دو کشور است که این برای منافع دوامدار دو کشور مفید می باشد تا در روابط دو کشور ثبات و مثبت‌گرایی موجود باشد و این متعلق به ایران، چین، هند و بریتانیا نیست و متعلق به فضای سیاسی میان دو کشور است تا این اقدام را کنند و این موضوعی است که من در جریان هفته در پاکستان آن را پیگیری خواهم کرد. یک بار دیگر میخواهم به مداخلات روسیه و ایران در مسائل امنیتی و حمایت از طالبان اشاره کنم. اگر در بهار سال جدید حمایت روسیه و ایران از طالبان مسلح به اثبات برسد، عکس العمل ناتو چی خواهد بود؟ به حمایت قاطع ادامه خواهد داد و یا اینکه به مبارزات جنگی آغاز خواهد کرد؟ در حال حاضر کمپاین جدی برای بهار آینده در میان نیروهای امنیتی افغان جریان دارد که همکاری با نیروهای امنیتی در بخش تکمیل ساختن تجهیزات، آموزش و استراحت پس از یک کمپاین چالش برانگیز و موفق است. چیزی که من انتظار آن را دارم حمایت ناتو به سطح بلند از نیروهای امنیتی افغان خواهد بود و منتظر کمپاین بی سابقه نیروهای امنیتی خواهم بود. من به این باورم که نیروهای امنیتی افغان خود مدیریت جنگ علیه دشمن داعش و در صورت نیاز علیه طالبان را به دست گیرد و این تحققات با نیروهای در حال رشد هوایی افغانستان و حمایت بریتانیا، آمریکا و ناتو موفق شده میتواند و این آینده مبارزه در این کشور خواهد بود. حمایت قوی ناتو و در حقیقت نیروهای افغان که بر خود غالب شده و علیه دشمن بجنگند. خب اگر به حقایق در سال 2016 بپردازیم، این طالبان مسلح بودند که در برابر نیروهای امنیتی افغان جنگیدند و در این زمان بالای کنداز، لشکرگاه ترینکوت و فرا حمله کردند. تهاجم از سوی آنان بوده است.
I absolutely disagree with you. من با شما موافق نیستم. به نظر من سال گذشته حکومت افغانستان در جنگ علیه طالبان مسلح دست بالایی داشت و در ماه اکتبر یک فشار قوی وارد شد و من به نیروهای افغان که زخمی شدند و یا هم جان باختند احترام میکنم. در حقیقت هیچ یک از مراکز ولایت ها به دست طالبان نیست و این یک دستاورد است و چیزی که من در سال 2017 از آن انتظار دارم این است که جنگ به طرف دشمن کشانیده شود و دشمن در منسجم شدن ناتوان شده و مقاومت کردن نتوانند و متيقن هستم که آن را خواهیم دید. یک سوال اخیر در مورد حمایت مالی داعش. اگر به فعالیت‌های داعش در منطقه و افغانستان دیده شود، آنان بیشتر در ولایت‌های شرقی حضور یافته‌اند که در سرحد با پاکستان قرار دارد. مردم حتی مقامات میگویند که اگر همکاری از سوی پاکستان صورت نگیرد، منابع مالی دیگر ندارند. آیا شما این مسئله را بررسی کرده اید که منابع اساسی تمویل داعش چی است؟ Looking at Daesh globally, اگر به سطح جهان به داعش دیده شود، آنان از سوی منابع زیادی تمویل می شوند. کشورهای مختلف آنان را در منطقه در سوریه و در عراق تمویل می کنند. اما چیزی که اکثرا می بینم توانایی داعش در تغییر منابعش من جمله در افغانستان است. به همین دلیل ما با داعش در عراق، سوریه، لیبیا و افغانستان مبارزه می کنیم. و باز هم می گویم که هیچ شکی وجود ندارد که بریتانیا در راستای مبارزه با داعش در افغانستان متحد است و هیچ وضاحت بیشتر وجود ندارد. ما حکومت افغانستان را در یک مبارزه شجاعانه علیه دشمن که داعش است حمایت می کنیم. تشکر. Thank you. Yeah, thank you. A pleasure.